سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. من توی این مدت کوتاه نبودم و خیلی مشغله کاری داشتم. امیدوارم که ناراحت نشده باشید از این موضوع. من دوباره با ویدیوهای جدید هر بار برمیگردم و نیازی به نگرانی نیست بیبیای من. خیلی چنده شدم. و اینکه چی می‌خواستم بگم دارم براتون سنگ شده بود. اینجوری گفتی. امروز یه حالت چالشی داره ویدیو و قراره تراینات تو لف خودمون رو بریم، ولی این بار با حالت دهن پر. قراره که من سعی کنم نخندم. اگه بخندم همه این چیزایی که اینجا هست به باد میره و امیدوارم که اینطور نباشه چون به دردسر میفتم. و بدون معطلی بریم که ویدیو رو شروع کنیم. دوستای عزیزم Let's go. بفرمایید. گربه است. خوبه که خنده‌دار نبود و خندم نگرفت، یعنی بود ولی نه در اون حد. بهتون چند تا نکته در مورد شناسنامه رو بهتون بگم که آقا صدا چی کار بکنی؟ مهندس بانک چیکار کرده؟ من چیکار بکنم باید شما نمی‌چالم. یه ذره سخته با دهن پر. سعی خودمونو میکنیم. کی بود؟ فکر میکنم که یه جراح خیلی معروف بود که جون بقیه رو نجات میداد. جراح قلب فکر میکنم. چه آب خوردم الان، شکمم پر آبه. مهمان یه دوست داشتنی تولدت مبارک. هادی علی چشم کوش. میگه چشم کور شد. چقدر پر آب شد دلم. صداشو میشنوید یا نه؟ سینه گنده بگیر. بله. هر موقع اینو شما دیدید همیشه شاد خورمه. 100 سال عمر میکنه. مرده های دیگه هم عمرت 20 سال از اونا بیشتر اگر زن سینه گنده بگیر. آفریده خداست دیگه. شما بخواید وای یه زن سینه گنده بگیر. تمام ریخت اونجا. یعنی چی زن سینه گنده بگیر؟ دوباره از اول ببینیمش. زن سینه گنده بگیر. بله. هر موقع اینو شما دیدید همیشه شاد خورمه. 100 سال عمر میکنه. مرده های دیگه هم عمرت 20 سال از اونا بیشتر اگر زن سینه گنده بگیر. آفریده خداست دیگه. شما بخواید آفریدگار خداست دیگه. از بقیه هم جوان‌تر میمونی. حرارت خورشید نباشه آب قطع میشه. 100% آب قطع میشه. شاید سازمان آب قطع میکنه. این راستش افتاده برو بپرس. وای مردم. میگه آب و سازمان آب قطع کنه. اونم داره اینجوری نگاهش میکنه. هنگ کرد. حرارت خورشید نباشه حرارت آب قطع میشه. 100% آب قطع میشه. شاید سازمان آب قطع میکنه. این راستش افتاده برو بپرس. کی قطع میکنه؟ سازمان آب قطع میکنه. الهی هیچ کس نشه به دردی مبتلا. سلام قاسم خمری رو برسونید به کربلا. هندونه توش روغن پر کرده بودن. وای وای. آقای قاسمی چی میخورید؟ چای آتشی. چی بود درم؟ خستگی هم بود در با چای آتشی. چای آتشی. میگه خستگی هم بود در رفت. خیلی خوب بود. من اینو قبلا هم دیده بودم خیلی وقت پیش، ولی بازم خنده داره بعد از چندین مدت که اصلا میبینی خنده داره. در قراردادش نوشته accept and follow. accept and چی؟ کردن فلو پیروی کردن و تبعیت کردن در وای فولو یعنی چی؟ همون فالو رو میگه فولو، یعنی تبعیت کردن. نصرالله عزیزی شهید
ناب سروان علی کهوری نژاد، شهید ناب سروان حسن رونده و شهید دریادار محمد ابراهیم همتی و شهید ناب سروان حمید قهرمانی و 10 شهید و 100 شهید. وای همه تلاش همو دارم میکنم که نریزم این برون. یعنی الان اگه اینجا هیچی نبود من همین جوری بود که توف میکردم بیرون. لپام درد گرفت، نمیشکست. یعنی اون طرف که سفالا رو درست کرده معلوم نیست چجوری درست کرده، نمیشکست. پاش گیر کرد ولی نشکست. ولی این واسه خیلی وقت پیشه، چندین عجایب دنیاست. خیلی گفته بودم تست کنیم ببینیم صدا به یا نه. میخوام بندازیم داخل استخر. الان این صدا، این نهایت صدا. کلن سوخت اسپیکره. وای چکر شما خوب هستین؟ من قوی شدم. یعنی چین؟ وای چه حرف زشتی زد. من نباید به این میخندم. وای لپام درد میکنه، زبونم هم درد میکنه. خوب بود ولی شکمم پر آب شد و این بار میخوام بگم بای بای. خیلی هاش خنده دار بود ولی اینجوری بود که تا بیاد مثلا بخوام بریزه بیرون تموم میشد، میتونستم نگه دارم و لپامم خیلی درد گرفت سر همین موضوع. به پایان این ویدیو هم رسیدیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. پس تا ویدیوهای بعدی میبینمتون. کامنتم یادتون نره.